خب سلام. بدون مقدمه سریع بریم روی اولین گزینه‌ای که باید کار کنیم. مهمترین کاری که ما انسان‌ها باید همین الان انجام بدیم تعیین هدفمونه. اهداف میتونه 3 مورد باشه: کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت. اینو همتون میتونید. اما نکته بسیار مهمی که متاسفانه خیلی از ماها اون رو رعایت نمی‌کنیم، شفاف بودن اون هدفه. هدفی که معین میکنید باید به صورت شفاف در ذهنتون حک شده باشه، تداعی کننده خیلی از مسائل باشه که مهمترین اون مسئله احساس خوشایندی هست که بعد از رسیدن شما به اون هدف برای شما تعبیر و معنا میشه. پس مهمترین نکته اینه در گام اول شما هدفتون رو مشخص و معین کنید. هیچ عجله‌ای نکنید. 1 روز، 2 روز، 3 روز، 1 هفته به این موضوع فکر کنید و سپس هدفتون رو انتخاب کنید. هدف میتونه در جهت پیشرفت در امور کاری باشه، پیشرفت در امور مالی باشه و حتی ویزا باشه، ویزا گرفتن برای یک کشور دیگه و یا هر چیز دیگه. ولی شما باید به صورت شفاف بدونید که چه میخواهید. این از همه چیز مهمتره. بعدیو میگم بهتون.